قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. بگو آیا کسانی که می‌دانند و کسانی که نمی‌دانند برابرند؟ همانا تنها خردمندان پند می‌پذیرند. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. صدق الله العظیم. سروران عزیز و بزرگوار، بندگان مخلص الله سبحانه و تعالی، هم از خواهر و برادر، پیر و جوان، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. بحث این هفته ما پیرامون موضوعات یکی از سور قرآن هست، سوره انشراح، سوره که اکثرا دوستا حفظ دارن، سوره الم نشرح لك صدرک. الله سبحانه و تعالی با این سوره مبارکه بندگان خود را متوجه می سازد که در پی سختی ها آسانی ها هست. بندگان خود را متوجه می سازد که تعالی و ترقی و عزت و سرفرازی همه اینها به ید بلاکیف الله سبحانه و تعالی هست. و در این سوره موضوعات مهمی را مطرح می کند ذات اقدس الهی. این سوره مبارکه سوره انشراح که بحث از شرح صدر پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم دارد. سوره انشراح سوره مکی هست. سوره انشراح سوره است که یعنی قبل از هجرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم نازل شده. این سوره مکی هست، دارای 8 آیت هست و دارای 29 کلمه هست و دارای 103 حرف می باشد. سوره انشراح، انشراح یعنی از شرح صدر پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم بحث دارد. فضیلت این سوره مبارکه این است که اولا هر آیه‌ای که انسان تلاوت کند در حرف قرآن خداوند 10 حسنه میدهد.
حالا با تلاوت این 8 آیه که شاید 1 دقیقه هم وقت انسان بیشتر نگیرد، حساب بکنیم که 103 حرف چقدر حسنه می شود. 100 اگر ضرب در 10 شود 1000 و 3 هم در 30 1030 حسنه الله سبحانه و تعالی با تلاوت این سوره مبارکه برای کسی که تلاوت می کند عطا می کند و بخشش می کند. سوره مبارکه شأن و نزولش چیست؟ آیات، کلمات، حروف، فضیلتش را دانستیم. شأن و نزول این آیه مبارکه و یا این سوره مبارکه چی هست؟ مشرکین برای پیامبر و اصحاب پیامبر طعنه فقر را میدادند، طعنه سختی ها را میدادند، طعنه مشکلات را میدادند و برای صحابه میگفتن رفتی مسلمان شدی الان باید در فقر زندگی کنی و الان باید به مشکلات زندگی کنی، باید زیر شکنجه ها بمیری. این طعنه مشرکین برای اصحاب پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم. و یا این که مشرکین شعار را سر میدادند که میگفتن محمد نعوذ بالله من ذلک ابتر هست. ابتر یعنی به اصطلاح ما و شما دنبوریده یا قطع شده که بعد از سرش دیگر نسلی نباشه و کسی از او یادبودی نکنه. مشرکین میگفتن فقط چند روزی محمد در دنیا هست، بعد از این نه اولادی داره نه دیگر کسی از این پشتیبانی خواهد کرد. بناهن 4 روز زندگی محمد نام محمد هم هست صلی الله علیه و سلم. الله سبحانه و تعالی سوره الم نشرح برای تسلی پیامبر و اصحاب پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم نازل میکنه. و یا این که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم از بعضی موضوعات رنج میبردن، آنها در حالتی که انبیا همه معصومن باز هم لغزش هایی که از نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم و کوچکترین خطایی که از پیش ایشان سر زده بود آنها برای خود این را گناه عظیم و بزرگ احساس می کردن. الله سبحانه و تعالی در این سوره مبارکه اشاره می کند که همه او موضوعاتی که کمر تو را خم داده بود همه اینها را برداشتیم و بالآخره تو آرام باش. الله سبحانه و تعالی در ابتدای این سوره مبارکه می فرماید، ترجمه تحت اللفظی سوره را اشاره می کنم: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الم نشرح لك صدرک. آیا سینه تو را شگاف ندادیم؟ و وضعنا عنك وزرک. آیا او موضوعاتی که و یا او خطاها و لغزش هایی که کمر تو را خم داده بود آیا از دوش تو بر نداشتیم؟ و وضعنا عنك وزرک الذي انقض ظهرک. آن بحث هایی که یا موضوعاتی که کمر تو را خلاصه خوابانده بود، الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. آیا ما نام تو را بلند نکردیم؟ فإن مع العسر يسرا. إن مع العسر يسرا. به تحقیق که بعد از هر دشواری و سختی آسانی هست. به تحقیق که بعد از هر دشواری آسانی هست. تکرار می آید. فإذا فرغت فانصب. وقتی که این همه نعمت برای تو ارزانی شد ای پیامبر، فاذا فرغت فانصب، حالا دیگه الله را خوب عبادت کن. به فرائض میرسی به نوافل هم برس. و الی ربک فارغب، به سوی پروردگار خود با رغبت عاشقانه رجوع کن.
این ترجمه تحت اللفظی سوره انشراح، سوره که بحث از صدر، شرح صدر پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم دارد. آیه اول الم نشرح لک صدرک، آیا سینه تو را شگاف ندادیم؟ شرح صدر 4 مرحله به پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم تکرار می شود. مرحله اول حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در سن 4 یا 5 سالگی در نزد مادر رضاعی خود حلیمه سعدیه قرار دارند که در این مرحله شرح صدر صورت میگیرد. مرحله دوم در سن 20 سالگی پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم قرار دارند که شرح صدر صورت میگیرد. مرحله سوم لحظاتی که پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم در غار حرا اولین آیه‌ای که به پیامبر نازل میشه اقرأ بخوان، در آنجا جریان شرح صدر به وقوع می پیوندد. و همچنین مرحله 4 شبی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم از مسجد الحرام به سوی مسجد الاقصی می روند و از آنجا به آسمان ها و به همین ترتیب شب معراج در کنار کعبه معظمه و مشرفه جریان شرح صدر صورت میگیرد. 4 مرحله. شرح صدر چگونه بود که در طفولیت، در نوجوانی، در جوانی و همچنین در شب معراج این 4 مرحله مراحل شرح صدر هست. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در طفولیت با کوچه بازی می کردن، 2 فرشته می آید، رسول معظم اسلام او نازنین را می خوابانند و بعد سینه پیامبر را شق می دهند و از وجود پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم یک گوشتی یا علقه خونی بیرون می اندازند و به جایش در سینه پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم علم و کمالات و معرفت و اینها را جا می دهند و به همین ترتیب پس سینه پیامبر را به اصطلاح من و شما جراحی میشه و درست و صحیح تا اینکه خبر به حلیمه سعدیه داده می شود و ایشان را انتقال می دهند به حضور مادرشان. اما این عملیات یا این شرح صدر و این جراحی به شکلی بود که حضرت حلیمه سعدیه روایت میکنن که وقتی پیامبر طرف ما می آمدن این طفل معصوم رنگشان پریده بود. گفتیم چی جریان شد؟ جریان را قصه کردن که 2 شخص سر مرا گذاشتن و چنین جریانی تکرار شد. میگه من سینه مبارک را نگاه کردم، خط سفیدی بود ولی آثار این که خونالود باشه و بالاخره او زخمی باشه و چنین اثرهای از زخم و از خون و از اینها نمایان نبود، چون طبیب حقیقی جراحی کرده بود. ذات اقدس الهی، کار خدا هست. این را میگن شرح صدر، یعنی از وجود پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم کینه و بغض و عداوت و دشمنی و نفرت و او صفات رذیله که در وجود انسان هست، اینها را فرشته و ملائکه بیرون انداختن، به جایش مهر و محبت و صمیمیت و کمالات و معرفت و معنویت و اینها را جا دادن و قلب پیامبر صلی الله علیه و سلم را هم با آب زمزم شستشو دادن. این آیه مبارکه همین را بیان می کند. الم نشرح لک صدرک، ای پیامبر آیا سینه تو را ما نشکافتیم؟ آیا قلب تو را شستشو نکردیم؟ آیا کمالات و معرفت و علم و اینها را در قلب تو جا ندادیم؟ یعنی دادیم. الم نشرح لک صدرک. صحابه از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم پرسان کردن، گفتن یا رسول الله
آیا غیر از شما سینه دیگر از امتیان شما هم شرح صدر می شود؟ گفتن بله می شود. گفتن چگونه هست؟ نشانی بدهید ای رسول خدا. گفتن به این ترتیبی که فرشته بیایه و بالآخر سرش را بگذاره و قلبش را بشکافه چنین نیست، ولی شرح صدر سینه بعضی از انسانهای مخلص و متدین و بندگان محبوب الله می شود. گفتن می شود که علامت نشانی از او برای ما بیان کنید؟ گفتن بله. گفتن هر انسانی که با دنیا بی رغبت بود و رغبت کامل به آخرت و بهشت و دیدار الله داشت، او قلبش شرح صدر شده. و بعد این آیه مبارکه هم این حرف را تایید می کند. فمن یرد الله به کسی که الله سبحانه و تعالی اراده فمن یرد الله ان یهدیه یشرح صدره للاسلام، به کسی که الله اراده هدایت را داشته باشه سینه او باز میکنه، فراخ میکنه و او هدایت میکنه برای اسلام و برای اینها که الحمدلله این نعمت عظیم و بزرگ نصیب همه ما و شما شده. ناامید نشید. اگر ما و شما رغبت به دنیا یعنی دنیا پرست می بودیم، منظور از این که انسانهای دنیا پرست که همین لحظه بیع و شرا حرام شده، همین لحظه هر دکانداری اگر سودا بگیره سودا بده، در همین لحظه بیع و شرا حرام هست. اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فسعوا الى ذکر الله و ذروا البیع. بیع میگر تک. تو برادری که بیع ترک کردی، شرا خرید و فروش ترک کردی، تو برادری که دکان را بسته کردی آمدی به خانه الله، پس تو با دنیا رغبت نداری، رغبت تو طرف آخرت هست. رغبت کاملی با دین داری، با قرآن داری، با اسلام داری. اینه که الله سبحانه و تعالی سینه تو را شرح کرده، شرح صدر. فمن یرد الله ان یهدیه یشرح صدره للاسلام. بناء شاید الان کسانی باشه تخت دکان به فکر نماز جمعه هم نیست، او انسانیه که از این نعمت هدایت و از این نعمتی که سینی از الله شرح داده باشه و فراخ گردانیده باشه او محروم شده است. این سوره مبارکه می فرماید الم نشرح لك صدرک، آیا ای پیامبر سینه تو را فراخ نکردیم؟ آیا قلب تو را شستشو با آب زمزم ندادیم؟ آیا نور و تجلیات خیش را در قلب تو نریختاندیم؟ یعنی اینها همه شده. الم نشرح لك صدرک. انبیاء علیهم السلام همه بندگان محبوب الله هستند. همه انبیاء، ما به همه انبیاء ایمان داریم، لا نفرق بین احد من رسله. همه بندگان محبوب الله هستند، همه انبیاء معصوم هستند که این عقیده ما و شماست که غیر از انبیاء دیگر کسی معصوم نیست، فقط انبیاء معصوم هستند. اما مقام پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم از دیگر پیامبرها فرق می کند. مقامنا، جایگاهنا. حضرت موسی علیه السلام پیامبر خداست، پیامبر اولوالعزم هست، به حضرت موسی کتاب نازل شده. پیامبر صلی الله علیه و سلم هم پیامبر خدا هستند، پیامبر اولوالعزم هستند، برایشان کتاب نازل شده. اما فرق ببینیم چقدر بین رسول خدا محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و سلم و تا سایر انبیاء چقدر هست. حضرت موسی وقتی به پیامبری مبعوث می شوند از الله درخواست سعی صدر می کنند، از الله درخواست می کنند که رب اشرح لی صدری. ای الله این وظیفه را که برای من دادی
و مر پیامبر خو انتخاب کردی و مرا به عنوان داعی و دعوتگر قرار دادی و مرا به سوی دشمن روان میکنی، ای الله سینه مرا فراخ بساز. رب اشرح لی صدری. حضرت موسی درخواست را میکنن، اما رسول نازنین بدون درخواست، بدون این که خود ایشان بفهمن و بدانن که اینها فردا پیامبر میشوند، در سن 4 سالگی و 5 سالگی شرح صدر پیامبر درخواست نمی کنن. الله هست که این نعمت عظیم و بزرگ را برای رحمت للعالمین عطا می کنن. چقدر فرق است. موسی درخواست میکنن علیه السلام، حضرت موسی میگن رب اشرح لی صدری، اما رسول نازنین را الله بدون درخواست سینه ایشان را فراخ میکنن. الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك ووضعنا عنك وزرك. برداشتیم از شانه های تو بار سنگین را، بار گران را. الذي انقض ظهرك، چنان باری که پشت تو را خم داده بود. این کدام بار هست که پشت پیامبر را خم میدهد؟ مفسرین اقوال زیادی دارند. به اولین مرحله که آیات نازل شد، پیامبر صلی الله علیه وسلم پریشان و هراسان به نزد همسر با وفای خود خدیجه الکبری آمدن، گفتن زمیلونی زمیلونی. از اینجا احساس میکردن که این چی حالت خواهد بود و چی جریانی، یک پریشانی. بعضی مفسرین این پریشانی را بیان کردن که ای پیامبر این بار گران ما برداشتیم، تو را مطمئن ساختیم که از تو پشتیبانی میکنیم. بعضی از مفسرین میفرمایند وقتی این آیه مبارکه نازل شد فاستقم کما امرت، استقامت کن ای پیامبر به او چیزی که تو امر شدی، پیامبر پریشان شدن. الله سبحانه و تعالی باز هم میگه پریشان نشو، ان تنصر الله ینصرکم، اگر کسی دین الله را نصرت بدهد الله او را نصرت میده. بعضی بارهای دیگری که پیامبر صلی الله علیه وسلم همیشه احساس خستگی برای خود داشتن این بود که جریان اسرای بدر، پیامبر صلی الله علیه وسلم در بدر وقتی 70 نفر اسیر شد با صحابه مشوره کردن، گفتن این اسرای بدر را چه کار باید بکنیم؟ مشوره پیامبر و صحابه این بود که اسرای بدر فدیه گرفته بشه و رها بشه. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه، عمر فاروق خلیفه دوم اسلام، امیر المؤمنین مشوره میدهند که ای رسول خدا اینها باید همه از دم شمشیر تیر بشه، اینها همه را بکشید. و بعد پیامبر نگاه میکنن که امیر المؤمنین عمر ابن الخطاب رضی الله تعالی عنه، تا آن وقت امیر المؤمنین نشده بودن، چون بعد از رسول خدا ابوبکر صدیق خلیفه می شود، بعد از ابوبکر صدیق عمر فاروق که خلیفه می شود، آنجا لقب امیر المؤمنین را می گیرند. رسول خدا گفتن ای عمر تو تنهایی در این مشوره یا یکی دیگر از صحابه همراه توست؟ اسرای بدر را فدیه گرفتن و بالاخره رها کردن. آیه نازل می شود که ما کان لنبی ان یکون له اسرا حتی یسخن فی الارض تریدون عرض الدنیا والله یرید الاخره. در شأن یک پیامبر نیست که او از اسرا، از دشمن فدیه بگیرد و آنها را رها کند. و قول رأی خدا با رأی عمر بود که اینها باید سر زده می شدن. در اینجا رسول خدا می فرمایند که اگر عذاب در اون لحظه نازل می شد غیر از عمر همه در هلاکت بودیم. چی مقام عمر دارد؟ عمر هست. تکبیر! این همیشه برای پیامبر غمی بود، بار گرانی بود که آیا در آن روز من چنین کاری کردم؟ این لغزش، این کاری که پشت پیامبر خم داده بود. الله می فرماید ای پیامبر ما همه بارهای سنگین و گران را از پشت تو برداشتیم، تشویش نکن. موضوع دیگری که همیشه پیامبر را رنج میداد جریان و داستان نابینایی که
در سوره عبسه بحثش آمده که وقتی در حضور پیامبر صلی الله علیه وسلم مشرف می شود رسول خدا جوابش را درست نمی دهند، چون در جلسه مشرکین و اینها قرار داشتن، سران مشرکین می خواستن ایمان بیارن، رسول خدا طرف کور متوجه نشدن. آیه نازل می شود عبس و تولا ان جاءه الاعمی، ای پیامبر جواب این نابینا را بدید. این سران مشرکین ایمان بیارن جاینا بهشت، ایمان نیارن جاینا جهنم، ولی متوجه نابینا باش. پیامبر صلی الله علیه وسلم همیشه وقتی عبدالله ابن ام مکتوم را می دیدن در حضورش استاده می شدن و تا حتی در یک جلسه ردای مبارک خود را زیر پای عبدالله ابن ام مکتوم گذاشتن که تو بالای ردای من بنشین که به خاطر تو الله مرا عتاب کرده. این بار سنگینی بود بر پیامبر، همیشه رنج می بردن که چرا چنین شد. الله می فرماید الذی انقض ظهرک و وضعنا عنک وزرک، ما برداشتیم این بارهایی که کمر تو را خم داده بود از دوش تو تشویش نکن. اینا نعمتهایی است که الله برای پیامبر خود یکا یک را بیان می کند. بناءً وزر که در این آیه مبارک آمد موضوعات را اشاره کردیم که مراد از وزر اینها بود، ولی یکی از مفسرین خیلی جالب بیان میکنن، خیلی امیدوار کننده بیان میکنن. میفرمایند رسول معظم اسلام متوجه گناهان امت خود شدن که امت چقدر گناه میکنه، معصیت میکنه، و متوجه جهنم سوزان شدن. اینجا پیامبر صلی الله علیه وسلم در حالت غم و اندوه و اینها، و این بار گرانی بود که پیامبر صلی الله علیه وسلم و کمر پیامبر را خم داده بود. الله می فرماید و وضعنا عنک وزرک، ما این بار را از دوش تو برداشتیم ای محمد، غم مخور، برای تو اذن شفاعت دادیم. ولسوف یعطیک ربک فترضی، زود است که برای تو آنقدر بدهیم که تو را راضی کنیم. به صحرای محشر برای تو اذن شفاعت دادیم، هر قدر که میخوای امت خود را شفاعت کن. بناءً این آیه مبارکه میفرماید و وضعنا عنک وزرک، ای پیامبر این بار سنگینی که تو احساس میکردی که این گناه های امت من چه کار میشود، به شرطی که امت تو یک قدم طرف تو برداره، به صحرای محشر اذن شفاعت برای تو داده شده و از امتهای گناهکار خود تو شفیع المذنبینی و در آنجا شفاعت میکنی. و وضعنا عنک وزرک الذی انقض ظهرک و رفعنا لک ذکرک. مشرکین میگفتن که محمد ابتر هست، بعد از محمد دیگه نام و نشانی نمیماند. کجا هستن مشرکین؟ نسلهای مشرکینی که امروز در دنیا هستن ببینن که الان حجاجی که راهی بیت الله الحرام هستن چی عاشقانه به سرزمین مدینه مشرف می شوند، چی حالتی دارن، چی عیشی دارن، چی خلاصه ذوقی دارن. اینها همه عاشقن، اینهایی که نرفتن اینجا حضور دارن همه عاشق رسول الله صلی الله علیه و سلم می باشن. الله میگه ای محمد مشرکین تو را ابتر میگن، این ما هستیم که نام تو را بلند کردیم. و رفعنا لک ذکرک، ای پیامبر نام تو را در روی زمین در بیترین کتاب که قرآن هست دوشا دوش نام خود ذکر کردیم، اطیع الله و اطیع الرسول. ای محمد ما نام تو را بلند کردیم. در 5 وقت اذان در کشورهای اسلامی و غیر اسلامی، در کشورهای اروپایی، افریقایی، در گوشه گوشه دنیا، هر جایی که 2 مسلمان هست مسجد داره و فریاد میزنه اشهد ان محمد رسول الله. ای و رفعنا لک ذکرک هست، ای بلندیر، این مقام را الله میدهد. ابو جهل میگفت محمد ابتره،
امروز در مکه کی جرأت میکنه بگه من اولاد ابوجهلم؟ افتخار میشه؟ کی از اینجا میره که من برم خانه ابوجهل را ببینم، خانه ابولهب را ببینم، نامی از ابو جهل و ابو لهب و امیه ابن خلف و عبدالله ابن ابی رئیس منافقین و مشرکین صدر اسلام، نامی از اونها در جزیره العرب نیست. تکبیر! هر جا میری سراغ محمد هست، هر جا میری نام محمد هست، هر جا میری بحث محمد هست صلی الله علیه و سلم. و رفعنا لک ذکرک، ای محمد نام تو را در اذانها بلند کردیم، در اقامتها بلند کردیم، در خطبه ها بلند کردیم. ای محمد نام تو را در زمین و آسمان بلند کردیم. و رفعنا لک ذکرک، این ما هستیم که نام تو را بلند کردیم. تعالی و ترقی را از الله بخوا، عزت و سرفرازی را از الله بخوا. اللهی که با محمد اینقدر عزت داده، مطمئن باش که امت محمد را هم عزت میده، امت محمد را هم سرفرازی و سربلندی و تعالی و ترقی میدهد. وقتش می آیه، فرصت داره، روزی می آید که همین دشمنان، همین یهود و نصارا، همین دشمنانی که امروز امت اسلام را ضربه میزنن، از دست تو امت محمد و رسول الله اینها فرار میکنن پشت درخت و پشت سنگ و پشت ای دره و کوه، اینها سنگ و چوب همه صدا میکنن که یا للمسلم، ای مسلمان بیا که اینجا یهودی کمین گرفته، نصرانی کمین گرفته، بیا این را بزن و به جهنم بفرست. این عزت و تعالی و ترقی که الله نصیب محمد و رسول الله گردانیده، نصیب امت محمد و رسول الله هم هست. و رفعنا لک ذکرک فإن مع العسر یسرا. مشرکین میگفتن که مسلمان ها به فقر گرفتار شده، به سختی گرفتار شده. این آیه میگه ای مسلمان ها فإن مع العسر یسرا، متوجه باشید که در پی هر سختی آسانی هست، در پی هر سختی آسانی می آیه. بنان عسرها، سختیها یسرها داره. صحابه با چی سختی از مکه فرار کردن، هجرت کردن، ولی با چی تعالی و ترقی به مکه آمدن. در سال فتح مکه با چی شانی، با چی شوکتی، با چی عظمتی، با چی بزرگی وارد مکه مکرمه می شوند. بناءً وقتی که در آنجا رسول الله داخل میشن، کفار خیلی نامرد هستند، ولی اسلام هست که کامیابی داره و مردی داره و شجاعت داره. نقشه طرح کردن که محمد را بکشید، حبس کنید، زندانی کنید. رسول الله در چاشت روز، در نیمه های شب از مکه فرار کردن، ولی با روز روشن با بیش از 10,000 صحابه وارد مکه شدن. می توانستن که فرد مشرکین را سر بزنن، ولی رسول الله اعلان میکنن که هر کس داخل حرم با او کار نداشته باشید، هر کس که در خانه های خود هست با او کار نداشته باشید. محمد نیامده از کسی انتقام بگیره، محمد آمده تا این که رحمت و شفقت خود را برای جهان نشان بده. رسول معظم اسلام صلی الله علیه وسلم در تاریخ می نویسه، خیلی جالبه، میگه همسر ابو سفیان که ابو سفیان مسلمان میشه بعدها و بالاخره قبل از فتح مکه که رسول الله در مکه وارد بشن، ابو سفیان مسلمان میشه. خسر پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم هم هست. زن ابو سفیان میگه محمد درها را نشکستاند، هیچ در را با لغت و کوب نزد. خیلی جالبه وقتی این را گفته میشه، همسر ابو سفیان میگه محمد درها را نمیشکند، دلها را از رای در وارد نمیشود، از رای دلها وارد میشود. محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم دلها را شکار میکند. 1400 سال از رسول نازنین گذشته، امروز هم ما میگیم خود را فدای رسول الله میکنیم. این عشق است با جناب نبی اکرم صلی الله علیه و سلم. بنان فإن مع العسر یسرا، در پی هر سختی آسانی هست.
مفسرین میفرمایند چون وقت ما هم گذشته، دو نکته که نکته به اصطلاح یا ملایی یا طالبی هست که برای طلاب عزیزی که در نماز حضور دارن به درد میخوره، ولی برای اشاره و تفهیم همه عزیزان هست. فإن مع العسر یسر، این مع العسر یسرا در جمله دوم فا نداره. جمله اول میگه فإن مع العسر، جمله دوم میگه این مع العسر. در جمله دوم که فا نیست، این فایده عمومیت را میدهد. از قاعده صرف و نحو اینها، بلاغت و اینهاست، فایده عمومیت را میدهد. یعنی چی؟ یعنی مختص پیامبر ای آیه نیست. هر انسانی که دوچار مشکل می شود پریشان نشه که بعد از این سختی آسانی هست. فإن مع العسر یسرا. نکته دومی که اشاره در اینجا داره، الف لام العسر هست. عسر یعنی سختی، یسر یعنی آسانی. در سختی الف لام آمده. این الف لام عهدی هست. این الف لام برای ما چی نکته را بیان میکنه؟ اینه که یعنی عسر معین. یعنی در صدر اسلام برای مسلمان ها میگفتن شما فقیر هستید، طعنه میزدن. این عسر عهد یعنی چی؟ یعنی عسر معین. ولی یسر تنوین آمده. این تنوین دلالت بر در چی میکنه؟ در تعظیم و تفخیم میکنه. یعنی چی؟ یعنی آسانی بسیار عظیمی به سراغ تو انسان میآیه که حال دوچار مشکل هست. بناءً مسلمان ها در شب از مکه فرار کردن، با افتخار کامل آمدن، فتوحات نصیب مسلمان ها شد، غزوه بدر، بالاخره غزوات مختلف، فتح روم و فارس تا به امروز. بناءً این نکته اشاره میکنه که ای مسلمان، عبادت سختی داره، راحتی هم داره. هرچی این عبادت در این مسجد نشستن سخته، ولی به بهشت راحتی و آسانی را میبینی. معاملات خیلی معامله سخته، کار معامله، ولی درآمدی که پیدا میشه باز وقتی خرج میکنی چقدر آسانه، چقدر لذت بخشه. به همین ترتیب تمام قضایا اگر مشکلی بین زن و شوهر میایه، بین خانواده پیدا میشه، این آیه مبارکه میگه ای مسلمان تشویش نکن، فإن مع العسر یسرا. پی هر سختی که آمده آسانی هست، آسانی می آیه. بناهن باید متوجه باشیم هر کدام ما که با سختی تشویش نداشته باشیم. نص سری قرآنه، نص سری قرآن. اگر مشکلات تو مسلمان در دنیا آسان نشد، فردا به صحرای محشر تو آسودگی داری، فردا به صحرای محشر راحتی داری، فردا به صحرای محشر. ولی در دنیا هم هیچ مشکلی نیست که آسان نشود. بناهن اگر قرضداری، پریشانی، جرأت خود را از دست نده. خدای تبارک و تعالی فرموده فإن مع العسر یسرا. هر کار سختی بعد از خود آسانی داره، لذت داره. مثال ساده و عادی که در خانه وقتی دک پخته میشه چقدر زحمت داره، سخته. تا این دک پخته میشه و بالاخره 1 ساعت 2 ساعت بعد از پختن دک میبینیم راحتی داره، دسترخوان تنک میشه و بالاخره فوراً راحتی حاصل میشه. بنان فإن مع العسر یسرا. پی هر سختی، پی هر دشواری، پی هر مشکلات آسانی هست، فراخی هست، عزت هست، سرفرازی هست، به شرط تو مسلمان صابر باشی و بنده شاکر الله باشی. فإن مع العسر یسرا إن مع العسر یسرا فإذا فرغت فانصب. دو عبادت داریم، یک عبادت بلا واسطه هست، یک عبادت با واسطه هست. عبادت با واسطه مدرس، معلم، مبلغ، مأموری که مسئولی که در چوکی به خاطر خدا شیشته است، اینا هم عبادته. اینا عبادت چی هست؟ عبادت بالوسیله هست. یعنی معلمی عبادت. تو میخوای از راه معلمی با خدا برسی، از راه مدرسی، از راه مبلغی، از راه خلاصه کمک کردن برای برادر مسلمان، برای یک فقیر، برای برادر محتاج، اینا عبادت چی هست؟ عبادت بالوسیله هست. این آیه مبارکه میگه ای محمد این همه نعمت را برای تو دادیم،
سینه تو را شرح صدر کردیم، نام تو را بلند کردیم، موضوعاتی که تو را رنج میداد از دوش تو برداشتیم. حالا به فرائض که تو مصروفی، به دعوت، به تبلیغ، به اینا که مصروفی، به جهاد، دعوت و تبلیغ و جهاد، اینا عبادت بالوسیله هست. حالا بیا به عبادت بلا واسطه، به عبادت بلا واسطه مصروف شو. چگونه؟ فانصب، به عبادتی که با راز و نیاز الله مصروف بشی، خلوت بکن. مدرسی، مبلغی، واعظی، خطیبی، مأموری، مجاهدی، هر کس که هستی، اینها درسته، همه عبادته، ولی چکار بکن؟ فاذا فرغت، وقتی از اینها فارغ شدی، فانصب، به راز و نیاز شروع کن، به عبادت نافله شروع کن، به دعا و تضرع و زاری شروع کن. به این هم نیاز داری. مفسرین میفرمایند فانصب از نسبه گرفته شده، از کوفتگی و خستگی هست. یعنی ای مسلمان، نفس خود را خسته کن از عبادت. نفس تو وقتی خسته شد آرام میشه. نفس انسان هرچی بخوره و بنوشه و بینها آرام نمیشه. نفس انسان که خسته میشه از عبادت، رنج میبره از عبادت، عبادتی که خالصانه باشه و مخلصانه باشه به درگاه الله سبحانه و تعالی. بناء فاذا فرغت فانصب، وقتی فارغ شدی ای مدرس از تدریس خود، ای معلم از معلمی خود، ای واعظ از وعظ خود، ای خطیب از خطابت خود، خلاصه وقتی از اینها عبادت بالواسطه وقتی فارغ شدی، برو به عبادت بلا واسطه. جای گوشه خلوت، نیمه شب، نیمه روز، دروازه به روی خود بسته کن، شروع کن به راز و نیاز با ذات اقدس الهی. به این هم تو سخت نیاز داری. خب حالا به این عبادت نافله و به دعا که شروع کردی، چگونه شروع کن و چگونه برو به سوی پروردگار؟ به اینه که و الی ربک فرغب، به سوی الله با رغبت برو، به سوی الله عاشقانه برو. دعا میکنی عاشقانه دعا کن، نماز میخونی عاشقانه نماز بخون، تضرع میکنی عاشقانه تضرع کن، به رغبت به سوی الله برو. مثل که به رغبت چقدر ذوق داری که به بهشت بری، هزارها برابر از او و بالاتر از او به سوی خدا به رغبت حرکت کن. اینجاست که الله سبحانه و تعالی پیامبر خود متوجه می سازه که ای پیامبر، این همه نعمت رو به تو دادم، ولی از آخر متوجه باش از فرائض که تمام شد، متوجه باش به نوافل هم حرکت بکن، به مستحبات هم پابندی داشته باش، به دعا و تضرع هم بعد از جهاد دعا کن، بعد از نماز دعا کن. خلاصه در ذکر الله سبحانه و تعالی مصروف باش. یعنی بعد از هر عبادت دیگری را شروع کن تا اینکه همیشه ارتباط تو با ذات اقدس الهی باشد. وقتی به سوی الله هم میری و الی ربک، به سوی پروردگار چگونه برو؟ فرغب، با رغبت، با عشق، با اشتیاق کامل. خدای تبارک و تعالی عبادت عاشقانه خیش را نصیب همه ما و شما بگرداند. الله سبحانه و تعالی برای ما توفیق بدهد تا اینکه الله را عاشقانه عبادت کنیم. این به طور خلاصه و فشرده سوره انشراح بود که 8 آیت هست. الله نعمت هایی که به پیامبر ارزانی کرده بود بیان می کند و بعدا هم متوجه می سازد که ای محمد، ای صحابه، ای امت پیامبر، شما در مشکلات غمگین نباشین. پی هر سختی آسانی هست و شما وقتی که به شما نعمت رسید، هرچی نعمت میرسه بیشتر عاشقانه با الله رجوع کنیم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. بگو آیا کسانی که میدانند و کسانی که نمیدانند برابرند؟ همانا تنها خردمندان پند میپذیرند.